اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس 16 مد منفصل. کدام وقت مد منفصل می شود؟ حرف مد اومده، بعد از آن سبب مد همزه آید و دویش در یک کلمه نآید، مد منفصل می شود. در اینجا خطاگی املایی است. در اینجا یعنی در یک کلمه نآید نویسه شدگی است، اما در اینجا اشتباه کردن و در اینجا هم منفصل. در اینجا خب یعنی کدام وقت مد منفصل می شود؟ آن وقتی که حرف مد بیاید و بعد از حرف مد چی بیاید؟ سبب مد، یعنی حرف همزه آید و هر دویش در یک کلمه نآید، یعنی جدا بیاید. مثال ما در مد متصل، یعنی در مد پیوسته، متصل گفته یعنی پیوسته را میگن. در مد متصل گذاشتیم که یعنی حرف مد بیاد و سبب مد یعنی همزه آید و هر دوش در یک کلمه. اما مد منفصل گفته یعنی جدا، منفصل یعنی جدا. پس حرف مد بیاد و بعد از حرف مد سبب مد یعنی حرف همزه آید، اما هر دویش در یک کلمه نآید، یعنی حرف مد در دیگر کلمه آید و سبب مد یعنی حرف همزه در دیگر کلمه آید، یعنی جدا. حرف مد از یعنی حرف مد از سبب مد جدا باشد. خب مد منفصل را چند مقدار کشیده می شود؟ مقدار 4 الف کشیدن ممکن است. اگر مقدار 1 الف کشد گناهکار نمی شود. یعنی مقصد ما میتونیم که با مقدار 4 الف بکشیم، اما مقصد گناهکار نمیشیم. که مثال اگر با مقدار 1 الف هم بکشیم این را، مثال حرف مد را، پس ما گناهکار نمیشیم در این. خب من درستر از تجوید نو، یعنی برای شما درستر مثال ها را نشان میدیم. خب در اینجا نگاه کنین، مثال حرف یا در اینجا نگاه کنین، ساکن است. پیش از یا بودگی چی است؟ حرکتی زیر دارد مقصد حرفش. در اینجا چید؟ یا حرف مد چید. اما نگاه کنین در کلمه ای که بعد این کلمه آمدگی است، این دیگری کلمه اولش چی است؟ حرف همزه. همزه چی است؟ سبب مد. پس در اینجا چی می شود؟ مد منفصل. مد منفصل یعنی مد جدا. حرف مد از سبب مد جداست. پس یعنی مد منفصل رو از هم میتونیم 2 الف کشیم. مقصد نگاه کنیم در اینجا الف گفتگی نیست، یعنی مد منفصل رو مقدار 2 4 5 حرکت کشیدن جایز است. یعنی در تجوید کنه نگاه کنیم در اینجا الف گفتگی هستن، اما در این تجوید جدید حرکت، زیرا حرکت درستر می آید. پس ما هم حرکت میگیم. پس چیکار میکنیم؟ با مقدار یا رو با مقدار 2 4 5 حرکت ما میتونیم بکشیم و اگر مقصد ممکن است که ما بکشیم. اگر مثال 2 الف کشیمش، معذرت میخوام، اگر 2 حرکت کشیمش او هم درست است، اگر 5 حرکت هم کشیمش او هم درست است. این مثال والذی اخرج نه با مقدار 2 حرکت میکشمش. والذی اخرج. اگر با مقدار 4 یا 5 حرکت کشم خیلی میشود. والذی اخرج. خب این مثال یا بود. این باشد مثال واو. در اینجا این الف را فکر نکنید، این فکر کنید که این الف نیست. واو ساکن است، پیش از واو چی است؟ حرکت پیش. پس در اینجا چی میشود؟ انفسکم. مقصد از 2 تا 5 حرکت ما میتونیم مد منفصل رو بکشیم. این باشد مثال الف. یا کنید بعد از الف چی است؟ وقتی که الف مد شد در اینجا میم زبر دارد، یعنی بعد از الف کلمه نو که سر میشد، نگاه کنید الف از در بالایش همزه. ما گفتیم که یک وقتی که همه را بدونه که همزه در بالای 3 حرف می آید.
اون در مابینش. مثال اگر همزه در این جای یا آمد پس یعنی که یا خونده می شود. وقتی که در این طرف شما اومد اون وقت هم یا خونده می شود. اما وقتی که دیدیم که همزه در همین بینش بود، در همین بینش مابین همزه یعنی مابین یا در حرف همزه که بود در بالایش یعنی در مابین، اون وقت ما میفهمیم که این یا خونده نمی شود، همزه خونده می شود. اما وقتی که دیدیم که همزه در این جای یا بود یا در این طرفش، پس چی می شود؟ یا خونده می شود. هم همزه خونده می شود هم یا. اما وقتی که دیدیم همزه در مابین بالای یا بود، در همین مابینش، پس اون وقت ما می دونیم که یا خونده نمی شود. در اینجا هم نگاه کنیم، یعنی هم وقت همزه در بالای سه حرف می آید، در بالای الف، واو و یا. اگر در بالایشون یعنی در مابینشون که آمدن یعنی در بالا در مابین، پس چی می شود؟ اون وقت همزه خونده می شود و این سه حرف یعنی الف، واو و یا خونده نمی شود. در واو هم خیلی اگر همزه در اینجا بود، مثال در مابینش در این طرف بود، پس واو خونده می شود. اما وقتی که دیدم در بالای سرش یعنی در بین بود، پس اون وقت واو خونده نمی شود. خب این بود مثال واوش، این هم مثال الف. و ما ادراک، و ما ادراک یعنی ما مد منفصل را چکار میکنیم؟ با مقدار 2 4 5 حرکت کشیده میتونیم و جایز است. انشالله میدونم که درس را فهمیده باشه. جزاک الله خیرا و بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.